آیا کسب و کار موفق دارید و نمیدونید اون رو چجوری زنجیره‌ای بکنید؟ و یا صاحب برند زنجیره‌ای هستید و میخواید نمایندگی جدید راه اندازی بکنید؟ ما به شما کمک میکنیم که کسب و کارهای جدید و نمایندگی در این برنامه فرصت‌های کسب و کارهای زنجیره‌ای رو معرفی می‌کنیم. یعنی برای کسی که سرمایه رو دستش هست، برنامه‌ریزی می‌کنیم که در کجا سرمایه‌گذاری بکنه. امروز می‌خوام فرامتیاز رو به شما معرفی بکنم. ما اولین مجموعه کسب و کار آفرین ایرانی هستیم. اولین مجموعه‌ای که داره کسب و کار می‌فروشه. به چه صورت؟ به صورت فرانچایزی و حالا این مدل فرانچایز یا فرامتیاز که ما میگیم چی هست؟ مدل اعطای نمایندگی که بر مبنای اون شما یک کسب و کار از پیش طراحی شده و موفق رو تجربه میکنید. در گرفتن نمایندگی یک کسب و کار زنجیره‌ای شما نیاز نیستش که همه کارها رو از روز اول خودتون انجام بدید. فقط کافیه که سرمایه‌تون و رویکرد کاریتون رو مشخص. ما در فرامتیاز 4 تا خدمت عمده رو به مشتری ارائه میدیم. 1. فرانچایزینگ و کسب و کارهای زنجیره‌ای. 2. دریافت، واگذاری و گسترش نمایندگی. 3. برندسازی و تجاری سازی برند. 4. خرید و فروش برند. اولین خدمت فرامتیاز چیه؟ خدمات فرانچایزینگ و زنجیره سازی. به این منظور که یک کسب و کار موجود هستش و میخواد در واقع نمایندگی بده. ما کمک میکنیم که این روش اعطای نمایندگی رو پیدا بکنه و نمایندگی. خدمات دوم فرامتیاز چیه؟ بحث دریافت، واگذاری و گسترش نمایندگی ها. چه شما متقاضی دریافت نمایندگی باشید، چه بخواید نمایندگی بدهید و چه بخواید بحث توسعه شعبتون رو به ما واگذار کنید. خدمت سوم فرامتیاز چیه؟ بحث برندسازی و تجاری سازی برند. به این صورت ما از مرحله ایده پردازی، طراحی، برنامه‌ریزی، تجهیز، راه‌اندازی، جشن افتتاحیه یا برندینگ، توسعه شعب و پشتیبانی. خدمت دیگر فرامتیاز بحث خرید و فروش امتیاز منطقه‌ای برندهای ایرانی و بین‌المللی هست. به این صورت که ما کمک می‌کنیم که شما صاحب یک برند بین‌المللی بشید.